با سلام دیگر برا به همه شما بینندگان عزیز، شلوگل خوجه هستم. در خدمت شما ساعت با وقت پراگ 10 است و در چند دقیقه دیگر من چون همیشه برای شما از نوگانی ها میگم. اما قبل از اون که من به تقدیم خبرهای تازه آغاز کنم، باید برای شما بگویم با توجه به اون که اکثریت سوال های شما بینندگان عزیز مربوط به بازگشت به وطن و پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان است، بنابراین در برنامه امروز خبری تلاش خواهیم کرد که به سوال های مربوط به همین موضوع از خود سفیر تاجیکستان در روسیه پاسخ بگیریم و شما رو در برنامه منتظریم تا اینکه شما نیز توانید به پرسش‌هایتان در رابطه با این مسئله جواب بگیرید. و موضوع دیگری که در برنامه با آن رو می‌آوریم باز هم به روسیه و مهاجران مربوط است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است کشورش به شهروندان نو و نیروی کاری اضافی نیاز دارد. پوتین در حاشیه یک جلسه حکومتی گفت که از حالا معلوم است که نارسایی نیروی کاری مانع رشد اقتصاد می شود و از این رو به حکومت کشورش دستور داده است که در آینده نزدیک همه مانع‌ها در جلب نیروی کار از خارج را بردارند. در این باره ما صحبت مفصل در برنامه خبری بعد از ساعت دیگر خواهیم داشت و شما رو در برنامه منتظریم. بانک آسیایی رشد در گزارش تازه خود گفته است که بخش تندرستی تاجیکستان برای مبارزه با بحرانی که کووید 19 به برآورد به قدر کافی آماده نبود. در تقویت این بانک به رده‌بندی بین‌المللی به خطر سلامتی اشاره می‌کند که در آن تاجیکستان در میان 195 کشور در مقام 130 قرار دارد. در گزارش آمده است که دولت تاجیکستان به ساحه تندرستی خیلی کم پول می‌دهد. به عرصه تندرستی همگی 7% خراجات عمومی دولت جدا می‌شود، در حالی که همسایه کشور تاجیکستان قرقیزستان برای ساحه تندرستی 12% خراجات عمومی بودجه را میداده است. در کشورهای منطقه آسیای میانه به حساب میانه 16% خراجات دولتی به ساحه تندرستی رشد می‌آید، تاکید می‌کنند مؤلفان. نارسایی متخصصان ورزیده برای پیشگیری کووید 19 و در مجموع کم بودن طبیبان از مشکلات دیگری ساحه تندرستی تاجیکستان نامبر می‌شود. بنا به گفته بانک آسیای رشد در تاجیکستان به سر 10,000 اهالی نزدیک به 21 پزشک راست می‌آید. از این نگاه تاجیکستان از همه کشورهای دیگر منطقه پایان بوده است، چون به حساب میانه در دیگر کشورهای آسیای میانه به حساب میانه به 10,000 نفر 34 طبیب راست میآید. در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی مثل این کارشناسان ضرورت اصلاحات در ساحه تندرستی تاجیکستان را از جمله مسئله بیشتر پولکی کردن خدمات طبی را در میان میگذارند. در وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند که با محتوای گزارش بانک آسیای رشد آشنا نیستند، ولی با ادعای آماده نبودن ساحه تندرستی برای مقابله با کووید 19 راضی بوده نمیتوانند. سفارت تاجیکستان در آلمان گفت که چیپته‌ها برای مسیر فرانکفورت دوشنبه پرافروخته شدند. پیشتر سفارت از شهروندان تاجیکستان در اروپا که عزم بازگشت به وطن را دارند دعوت کرده بود که برای 8 ایول از شرکت سامان ایر چیپته بخرند. ارزش چیپته را شرکت سامان ایر 463 یورو اعلام کرده بود. از این رو سفارت تاجیکستان در آلمان در صفحه فیسبوکش نوشته است که روز 8 ایول افرادی که چیپته ندارند به فرودگاه فرانکفورت نآیند، چون امکان فروش چیپته دیگر موجود نیست. ضمناً وزارت کار خارجه تاجیکستان خبر داده است که روز 10 ایول در مسیر دوشنبه مینسک دوشنبه پرواز به نقشه گرفته شده است. از آخر ماه اپریل به خاطر جلوگیری از سیرت کرونا ویروس تاجیکستان پروازها به خارج کشور را قطع کرد. از آخر ماه می پروازهای محدود چارتری براه مانده شده است که به گفته مقامات از این طریق شهروندان درمانده را به وطن برمیگردانند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ساختار در تولدخانه شهر کولوب را توضیح داد. صبح 4 ایول بالاپوش تولدخانه شهر کولوب را تشکیل گرفت. وزارت میگه ساختار در نتیجه ویران نمودن قاعده‌های بی‌خطری هنگام وصل و نصب تجهیزات آبگرم کننده یا خود ترمیکس به عمل آمد. برای خاموش کردن آتش 3 عدد نقلیات ساختار خاموشکنی اساسی و مخصوص آتش نشانی شهر کولوب سفربر شدند. تا رسیدن کارمندان خدمات دولتی آتش نشانی بالاپوش بیمارخانه در مساحت 9 متری مربع می‌سوخت. در نتیجه ساختار هیچ کس ضرری جسمانی نبرداشته است. وزارت کارهای داخلی از قبل کارشناسان می‌نویسد که در این ساختار برخچی شهر کولوب مراد علی غلاموف گناهگار میباشد. ضرر از ساختار معین کرده می‌شود. تحقیق حادثه از طرف خدمات دولتی آتش نشانی هنوز ادامه دارد. در همین حال 4 عضو یک عائله با شمول 2 کودک در نتیجه آتش سوزی در پنجکنت جان دادند. حادثه نیمه شب هفته گذشته رخ داده است. دفتر مطبوعاتی ریاست کارهای داخلی دولت سوغد میگوید تهمینه کلین خاندان با 2 کودکش در جای حادثه جان دادند. کودکان یکی 2 و دیگری 4 ساله بودند. به گفته مقامات بیان سولیف سردار خانواده به بیمارستان انتقال یافت و دیرتر در آنجا جان داد. منبع میگوید سبب ساختار استفاده نادرست تجهیزات برقی بود. حادثه آتش گرفتن منزل در تاجیکستان زیاد رخ
медиҳад ва мақомот бештари онҳоро ба истифодаи нодурусти барқ рабт медиҳанд. хуб бинандагони азиз, мо хабарҳои аз ин бештарро дорем ки дар барномаи хабарӣ барои шумо тақдим хоҳем кард. ба 10 соати дигар бо мо биёед. то он дам рӯзатон бо барор бошад ва худро эҳтиёт кунед.